سلام، امیدوارم صحت و سلامت هستید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. امروز درباره یک مسئله بسیار هم جدی و آن هم خش و تباربازی در تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیون هفته گذشته گفتند که در نیم سال گذشته 41 مورد را آشکار کردند که مقامات رسمی به جای یک نفر شایسته مثلا پسر عمه، خاله یا عمک خود را به کار گرفتند. گزارش ما در این باره در وبسایت رادیو آزادی و اینستاگرام و فیسبوک بحث زیادی را برانگیخت. اکثریت گفتند که این ظهورات منفی در بسیار جای دیده می شود. کاربری به نام منصور 679 نوشته است: باوری هم نمی آید که در تاجیکستان خش و تباربازی نیست. در بانک و وزارت و دستگاه خشان من حتی سیمیچکا فروش و فراش هم خش و تباربازی می کنند. کاربری به نام جمال خواجمیروف گفته است که در نهادهای دولتی تاجیکستان به دانش و هنر اهمیت نمیدهند و در صفحه ما در اینستاگرام چنین شرح گذاشته است: در همه وزارت و مقامات و کمیته ها هست. من ختم کرده 3 دانشگاه می باشم ولی در یگان نهاد دولتی جای کار نمیدهند. 10 نفر دیگر نیز عین شرح ها را در صفحه ما در اینستاگرام گذاشتند و یکی از آنها کاربری به نام لاین اف الله است که چنین میگوید: در تاجیکستان برای خواندن تقا در کار. اینقدر مردم میخواند از بینشان فقط تقاداران کار مییابند. بیچاره‌های بی‌تقا به مهاجرت کاری میروند. کاربری به نام قراتگین 08 شوخی کرده است که حالا در تاجیکستان پیش از آن که با شما سلام کنند میگویند من جیانی فلانی هستم. واقعا مسئله قومگرایی یا خش و تباربازی در تاجیکستان را با چندی از رهگذران در دوشنبه هم در میان گذاشتیم و همراه میبینیم که چی میگویند. استقبال خیلی زیاد به همگون معلومه که مقصد هست در دوره خش تباربازی. Конечно, Аста, это любому дураку понятно. Как будто вы это сами не знаете. یک نفر دیگری که در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام به بحث طولانی درباره خش و تباربازی یا قومگرایی در نهادهای دولتی در تاجیکستان همراه شده است، چنین میگوید که ظهورات در تمام سطح‌های حکومت عیان است. او دستگاه ریاست جمهوری در تاجیکستان را به قومگرایی یا رشوه‌خواری متهم کرده است. شرح این کاربر را می‌خوانیم که خود را ایناتشا TGK معرفی کرده است. اصلا خودی دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان جای سودا و خرید و فروش منصب‌ها به حساب می رود. دادستانی جای خرید و فروش جان و تقدیر انسان‌ها می باشد. اگر دشمن ملت هم باشید پول لازمی را ده قهرمانت می تراشند. خش و تباربازی متاسفانه یک عادت بد ما تاجیک‌ها هست، از همه ما. اما کاربر دیگری گفته است که اگر انسان دانش و مهارت و سواد خوب داشته باشد در همه جا راه می‌یابد و خش و تباربازی هم نمی‌تواند سدی راهش شود. این کاربر که خود را سناجان 7 معرفی کرده است چنین میگوید: خنده‌آور است که میگویند خش و تباربازی در خون مردم است. نمیگویند که عقل هست. کله را عقلاً 45% کار برید در همه جا میتوانید. از همه زور دانش و عقل است که میتوانی یا دانشگاه داخل شوی یا کاریابی. واقعا چنین هست. دانش را مهم میشمارند و یا باز هم پسر خاله و عمک و جیان را. شما هم بنویسید، در ویدیو ثبت کنید و با شماره که میبینید بفرستید با تلگرام، واتساپ و یا وایبر و ایما. در وبسایت رادیو آزادی هم این کارو کردن میتوانید. برنامه امروز به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.